به به سر کیفی دوستان عزیزم. وقت بخیر، وقتی همه کاوشگران و عزیزان کانال بخیر. با یه آموزش فوق‌العاده زیبا در خدمتتون هستیم. خیلی داستانیه این آموزش به نظر من. اگه تا آخر کلیپ با ما باشی لذتشو میبرید، چون واقعا کار بسیار پیچیده و زیبایی هستش. تقدیمتون میکنیم دوستان. سنگ دوشاخی که میبینید، بنده وسط سنگ دوشاخ قرار گرفتم و یکی از سنگ‌های دوشاخ اینم یه نوع سنگ دوشاخه. حالا من انواع سنگ دوشاخ‌ها رو بهتون میگم دوستان عزیز، چون ما کارهای زیادی، کلیپ‌های زیادی میذاریم و از سنگ‌های دوشاخ و انواع سنگ‌های دوشاخ رو بهتون میگم. حالا یکی رو اونجا معرفی کردم بهتون که بالای قبرستان بود. سنگ‌های دوشاخ سر هم بودن و یه نماد آیینی اعتقادی بودن. این سنگ دوشاخ هم یه نوع دیگه سنگ دوشاخه که یکی از سنگ‌های دوشاخ نماد یه سردیس انسانه و یه رخ نیم رخ تقریبا. مشخصی دوست عزیزمون نشون دادی؟ بله اینجا. بعد حالا برو تو زاویه خودت وایسا که غاری که اونجا و دالانی که اونجا نشون میده، حالا برو زاویه خودت وایسا دوستان گلم. بله، و غاری که اگه دوست عزیزمون نشون بده، و غاری که دوستان عزیز همونجاست به این سنگ دوشاخ اونجا اشاره داره و از دوست عزیزمون میخوایم بیا بالا تا بقیه کارو بهتون نشون بدیم و توضیح بدیم. و دوستان دو تا کنگره‌ای که بالای سره، این دو تا کنگره رو میبینید دوستان. هر جایی که رفتید از این کنگره ها دیدید بالای سر صخره ها، قطعا بدونید که اونجا محدوده بسیار با ارزشی دارید دوستان گلم. نگاه کنید. و هواکشی که دوستان، حالا نگاه کنید بوته رو، به خاطر اینکه هواکش استتار بشه، بوته‌ای که ببین کجا ثبت شده دوستان، از اون بوته‌هایی که همیشه میگم، درختایی که میگم جلوی هواکش ثبت شده. اگه زوم کنی دوست عزیزمون که یه ذره مشخص باشه. البته ما میریم بالا از هواکش هم فیلم میگیریم، هرچند واقعا جای ریسکیه، اما میریم میگیریم که آموزشمون تکمیل بشه. بله دوستان، دستیار بنده رو میبینید که کجا رفته که قسمت هواکش رو بگیره برای شما. و دوستان عزیز، جاسازی که جای صعب العبور باز شده. حالا کی رفته اونجا این جاساز رو باز کرده خدا میدونه، چون واقعا جای بلندی هست و هر کسی رفته اونجا واقعا نوش جانش لیاقتشو داشته. و دوستان عزیز، جاسازی که اگه دقت کنید، جاسازی بزرگی که همونجا کنار این جاساز هنوز باز نشده، جاساز بزرگیه، جای کارش خیلی سخت بوده، نتونسته از عهده این جاساز در بیاد و جاساز کوچیکی که بغلشه اونو باز کرده دوستان. این جاساز رو باز کرده. پس هر جاسازی که در جاهای صعب العبور بود قطعا بدون این جاسازهای با ارزشی ان و اینم جاسازی که هنوز باز نشده. و دستیار عزیز ما که واقعا دوستان ببینیم ما چه زحمتی میکشیم برای دوستان که آموزشی باشه برای دوستان عزیز. بله دوستان، دستیار بنده رو میبینید که کجا رفته. و دوستان عزیز، متاسفانه ما قبلا این کار رو دیدیم. این سنگ اینجا بود با جوغنایی که روش کار شده همینجا بود دوستان. دوستان آماتور یا چی بگم، دوستان ناشی اینو شکستن، فکر کردن زیر. آخه اینجا دوستی عزیز اینجا صخره است، اینجا که قبر نیست. جوغنا رو حالا بیا دوستی از این جوغنا رو نشون بده. بله متاسفانه از جای خودش تکون دادن، فکر کردن زیر خودش خبریه. اینجوری نیست دوستان عزیز. واسه همینی که میگم آموزش ببینید و نمادها و جوغنا رو به هم نریزید. من واقعا اومدم تو
اولا راضی نیستن به حفاری و شکستن نمادها. اومدن تو فضای مجازی که دیگه دوستان از این کارا نکنن، نمادها رو به هم نریزن، جای مکانها رو. من اومدم تو فضای مجازی دوستان خاطر همین چیزاست دوستان. نمادها رو نشکنید، جوغنا رو نشکنید. اینطوری نیست هر جای جوغن باشه زیر خودش قبر باشه، مقبره باشه یا هر چیزی دوستان، اینجوری نیست. اینو ما قبلا من اومدم اینجا رو بررسی کردم. این سنگ اصلا مشخصه اگه دوستمون از بغل نشون بده مشخصه از جاش در اومده، کنده شده. این قبلا اینجا بوده، متاسفانه از سر جاش بیرون آوردن و این جوغنا به این زیبایی، کار به این زیبایی تخریب کردن و از جاش جابجا شده. حالا دوستان عزیز این 2 تا جوغن بیا اینجا دوست عزیزمون. البته دوستان این سنگ به این آسونی تکون نمیخوره، مشخص چند نفر بودن که اینو از جاش تکون دادن با دیدن و امکانات اینو از جاش تکون دادن. 2 تا جوغنی که میبینید دوستان عزیز با اینکه از سر جاش تکون خورده بازم همون حالتی که اونجا بوده قرار گرفته. جوغنی که اینجاست یه نماد چشم سنگی، اگه همین بالا بود این تاثیر رو داشت، چون همون جوری که بوده اونجا همون جوری افتاده اینجا و همون تاثیر رو داره. بله دوستان، و جوغنی که جوغن بسیار زیبایی هم هست، جوغنای بزرگی نشان از بزرگی کاره و با ارزش بودن کاره. نماد چشم سنگی و دوستان گلم به اینجا اشاره داره. دوستان عزیز ما یه سنگ دیگه داشتیم، حالا نمیدونم این از بغل مشخص باشه دوست، شکل یه تبر بود. حالا من عکسش رو نشون میدم چون قبلا اینجا رو بررسی کردیم، متاسفانه همه چی رو به هم زدن. تبری که اینجا بود و یه جوغن حلالی کنار تبر بود که به این پلمبی که با ملات و سنگ اینجا درست شده و اینجا پلم شده. نگاه کنید دوستان عزیزم، این یه نوع پلمه و هواکشی که بالای کاره. این 2 تا این یکی که هواکشه، این 2 تا که کار شده اینجا دوستان عزیز، یکیش که همون هواکشه و مشخصه روی هواکش سیاهی داره. حالا بزن روش که روشن بشه دوست گلمون، همکار عزیزمون. نگاه کنید دوستان، سیاهی داخل هواکش رو میبینید و دوستان اینجا یه مقبره بسیار با ارزشه و چشمای محافظ که از این پلم محافظت میکنه، پلمبی که اینجا کار شده. دوست عزیزمون اگه عقب بره نگاه کنید دوستان، اینجا ما نماد یک کوزه دسته دار داریم. اگه تو زاویه خودش وایسه مشخصه دسته کوزه و دوستان نماد کوزه که دهن کوزه روی خود پلمپه و حالت تثبیتی کار داره. دوستان عزیز اینجا رخ نگهبانی که میبینید، نگهبان این دفینه حکومتی و مقبره هایی که اینجاست مشخصه دوست عزیزمون. حالا من بازم بعدا نقاشی میکنم که برای دوستان مشخص باشه. بله بیا اینجا دوست گلمون و دوستان شما نماد یک جمجمه رو میبینید اینجا و 2 تا چشمای جمجمه. اصلا اگه دوستی عزیزمون بیاد جلو مشخصه این سنگو اینجا کاشتن، درست کردن، با ملات گیر دادن که این مربع درست بشه. مشخصه همین یه تیکه سنگو اینجا زدن دوستان که این مربع درست بشه. جایی که سنگاش فرسایش داشته و معماران زمان میدونستن که بعد از هزاران سال اینا از بین میرن، اومدن از یه ترفند و شگرد دیگه استفاده کردن و حالت مثلا یه جوغن رو به صورت یه سنگچین این جوغن رو درست کردن، مثل همین که اینجا میبینید. اگه این چشم جمجمه رو ببینید دوستان مثل یه مستطیل میمونه و به قسمتی که گفتم پلمپی که اینجا کار شده اشاره داره. نگاه کنید، میگم چیزایی که روی صخره است نشانه تثبیتی کلا شاید 1.5 متر فاصله نداشته باشه و همون چشم جمجمه که به شکل یه جوغن مستطیل کوچیک در اومده نشانه تثبیتی همین کاره. دوستان نگاه کنید اینجا چقدر زیبا کار شده جلوی این پلم و با سنگچین و ملات اینجا رو پوشوندن. دوستان اینم یادتون باشه
این خروجی کارا. ما یه خروجیایی داریم دوستان که راحت میشه وارد بشی، خیلی تو دید نیست، تو چشم نیست دوستان، اونا راحت میتونی اگه بتونی پیدا کنی اونا راحت میتونی وارد بشی. اما این خروجی ها دوستان خروجی بسیار قطوری هستن، حالت پلمپای بسیار قطور و با قطر زیاد که گفتن توی آموزش دیگه بهتون آموزش دادم که ما بعضی پلمپا رو داریم که حتی تا 3 متر هم میرسه دوستان. من از این کارا دیدم تا 3 متر هم میرسه. پس اینجا اصلا ورود به اینجا این یه جور پلمپ خروجیه که ورود به این کار واقعا اصلا نشدنیه و خودتون رو به زحمت نندازید. با وجه اینکه تثبیتی‌های مثل همین کوزه داره و دهانه کوزه به خود این پلمپ اشاره داره که چسبیدی با پلمپ و چشم جمجمه‌ای که حالت جوغن مستطیل کوچیکی داره که اونم بازم کج شده. اگه نگاه کنید انگار که جمجمه گوشه چشمشو انداخته به این پلمپ و نشانه تثبیتی کاره. جمجمه بسیار زیبایی که اگه دوستمون خوب مشخصه نشون بده، خیلی زیباست. و دوستان عزیز حالا همین برو عقب نشون بده دوستان عزیزمون، همین جمجمه‌ای که 2 تا چشم داره و یکی از چشمای جمجمه به ورودی اصلی اشاره داره، سرشو اینجوری گرفته، یعنی تو باید بری به طرف، حالا که من روبروی جمجمه هستم، به طرف چپ کار باید بریم سمت چپ. ما باید بریم سمت چپ چون اصلا مشخص از جست جمجمه که داره به طرف چپ خودش اشاره داره، یعنی تو برو به اون محیط و توی راه آثار دیگر میبینی که میتونی ورودی کار رو پیدا کنی. دوستان عزیز بازم اینایی که گفتم اینجا بالای سر پلمپ هم حالت هواکش، یکیش هواکشه و دوتایی با هم نقش چشمای محافظه دارن که از این کار محافظت میکنن. و اینجا دوستان عزیز با همون شیوه اما فیزیک کوچیک‌تر که نشان از یه جاساز این دوروبر. حالا من به این قسمت شک دارم چون اسکنه‌ای که پیش کنارش هم زده شده، حالا اگه دوستمون اسکنر هم نشون بده، اسکنر هستش، من به این قسمت مشکوکم چون واقعا خیلی حرفه‌ای کار شده و خیلی استتار و مخفیه. اما من به این قسمت مشکوکم چون اسکنر تثبیتی که کنارش مشخصه اسکنر نشون بده، من به این قسمت مشکوکم. و این چشمای کوچیک محافظ قطعا به یه جاساز دقیقی کوچیک اشاره داره که همینجاست. خب جوغانایی که بهتون گفتم، یکی از جوغانا مثل چشم سنگی اینجا اشاره داشت، به پلمپی که این بالا بود اشاره داشت، این یکی. و جوغن دیگه دوستان اگه دقت کنید نگاه کنید، یه لبه بازی داره اینجا دوستان، یه لبه بازی داره و به قبر بسیار بارزشی که اونجاست اشاره داره و یه سنگ شاخص هم بالای خود قبره، نشان از با ارزش بودن این قبره. حالا دوستی از بیا اینجا که قبر رو بهتون نشون بدیم. حالا اینو دیگه نمیشه بگی قبر، واقعا یه مقبره است دوستان و مقبره بسیار بارزی که اینجا سالا برو پایین اصلا نگاه کنید، حالت یه تپوله داره دوستان مقبره. دوستی از این اگه بره پایین تر این مقبره خوب مشخص بازی و سنگ شاخصی که بالای سر مقبره است نشون بده. دوست عزیزمون این 2 تا سنگی که اینجاست دوستان عزیز، این جور مقبره ها یا حالا اگه قبرم باشه فرق نمیکنه چون کار بزرگیه و اینا مقبره هستن، متعلق به اشخاص بسیار بزرگی هستن. 2 تا سنگ رو میبینید اینجا دوستان و شیاری که این وسط درست شده به وسیله این 2 تا سنگ نشان از اینه که ورودی تو و نقطه استارت و شروع کار تو اینا رو یاد بگیرید که دیگه احتیاجی به کارشناس و التماس این و اون نداشته باشید دوستان گلم. حتی منو 2 تا سنگ رو که میبینید یه شیار تشکیل شده، نقطه بوسه 2 تا سنگ میای پایین و شروع کارتو و نقطه استارت کارتو از همینجاست و شاخص زیبایی که بالای سر کاره. و اگه میخواید بدونین محدوده چقدر مهمه نشون بده، شاخصی که اون بالا هستش نشان از محدوده شاهی، محدوده با ارزشیه اینجا و قبرهایی که این اطراف هستن، قبر و مقبرهایی که این اطراف هستن، یه سنگ هرمی داریم اینجا دوستان، این که مثلثی نیست، سه بعدیه و یه سنگ هرمیه و نشان از با ارزش بودن محدوده و محیط هست. خب بریم بالا دوستی هستون.
دوستمون بعد جمجمه رو نشون بده. بازم جمجمه که اینجا بود مشخصه و چشمی که و دیدی که گفتم یکی از چشماش به پلمپ کار اشاره داشت و یکی از چشماش هم کشیده تره، یعنی نگاه کنید هم دید هم یکی از جوغنایی که طرف سمت چپه کشیده تره، یعنی به این طرف اشاره داره، یعنی تو برو به اون طرف. نگاه کنید دوستان، اگه دقت کنید گفتم بهتون اگه جایی فرسایش داشته معماران باستان فهمیدن که فرسایش داره اونجا، جوغنها یا نمادی که براش میذارن بعد هزاران سال فرسایش پیدا میکنه و تخریب میشه. اومدن از ترفند دیگه و شیوه دیگه استفاده کردن و با چینش سنگا جوغن رو درست کردن. اونجا رو میبینید جوغن بزرگی که بالای سر کار میبینید، بازم نشانه تثبیتی این کاره. دوستان ما بعضی جوغن ها رو داریم که به 2 تا هدف اشاره داره، یه دونه جوغنه و به 2 تا هدف اشاره داره. اینم یه نوع آموزشی حتما یادتون باشه. ما این جوغن بالای سر کار خود پلمپی که بهتون گفتیم، نگاه کنید نشون بده دوستان، پلمپی که با اصلا اگه دقت کنید شما تجربه داشته باشید بدونید رنگ پلمپ تقریبا با صخره فرق میکنه و جوغنی که بالای سرش نشانه تثبیتی همین کاره و یه دیدی هم بازم داره به غاری که گفتیم، مثل همون جمجمه‌ای که گفتیم هم به پلمپ اشاره داره هم دیدش به نقطه ورودی اصلی کار داره و جوغن بالا بازم به پلمپ پایینش اشاره داره و جوغن هم به ورودی اصلی اشاره داره. دید جوغن به این طرفه، حالا چشمای سنگی که گفتم به این طرفه. خب دوستان گلم اگه نگاه کنید دقت کنید هنجیرا رو میبینید. بیا اینجا دوستان عزیزم، ما اینجا یه انجیر وحشی داریم، درخت انجیر وحشی. دوستان درخت انجیر وحشی رو توی این صنف توی کار دفینه‌یابی حتما جدی بگیرید. اینجا رو میبینید یه انجیر وحشیه، من توی یه لیبی دیگه نشون دادم بهتون و احتمال بسیار زیادی زیر انجیر وحشی یه جاساز داریم و سنگچینایی که اینجا میبینید و پلمپ شده، با سنگچین پلمپ شده زیر و توی خود صخره است. دوستان اگه دوست عزیزمون بیاد نشون بده، اینجا یه جوغنی داریم که نشانه تثبیتی همون جاسازی که بهتون میگم با سنگچین اینجا زیر خود درخت انجیر توی صخره. نگاه کنید سنگ زیر خود درخت انجیر سنگه و پایینه و ریشه درخت انجیر به صورت سنگچین. قطعا شما اینجا یه جاساز دارید و جوغن تثبیتی که اینجا زده شده برای همون جاسازی که اونجاست. و دوستان البته یه چیزی رو نگفتیم، ما برو عقب اون مثلثی کار رو ببینید. این دیگه هرم نیست، یه مثلث نشون بده دوست عزیزمون، مثلث کار که نشان از محدوده بسیار با ارزشی که اینجاست. بله نشان با ارزش بودن این محدود است. و حالا بیا اینجا دوست عزیزمون و شاخصی که این بالا میبینیم به صورت لاک پشت. بیا اینجا، بیا تو زاویه خودت وایسا و شاخصی که لاک پشتی که بالای سر ورودی اصلیه. هر وقتی که شما لاک پشت داشتید دوستان بدون شک بدونید که شما شاخص بالای کاره، بدونید که شما دالان دارید اونجا، قطعا اونجا یه دالان دارید و یا غار سربسته. بعد خب بیا اینجا یه رخ هم داریم اینجا، رخ یه بانوی دوستان گلم، اگه نشون بده دوستی عزیزمون همون لاک پشت. دوستان کلاه رخ میشه و اینجا رخی که مشخصه رخ بانوی که سرش رو به آسمونه و موی سر رخ، موی سر بانوی باستان اگه اونجا مثل بانوهایی که موی سرشون اونجا گره میزنن و موی سر بانو رو میبینید که آویزی شده به پشت گردن رخ بسیار زیبایه، پشت گردن رخ. و حالا بیا اینجا دوست عزیزمون نگاه کنید دوستان، همیشه میگم سیاه مه، بازم نگارهای سیاه و سیاه مه که اینجا میبینید و کنار دست پلمپ
بیا جلو دوستی عزیزمون. دوستان این تله خوش آمدگویی بهش میگن. تله اول کاره، بعد اینکه تو این سنگینه اینجا ورودی کاره دوستان. این قسمت ورودی کاره. سنگینا رو میبینید، حالا نزدیک کن اصلا ببینید چقدر خوشگل کار شدن. سنگینا رو میبینید دوستان، دونه دونه این سنگینا کاشته شده و با ملات اینجا چسبونده. ورودی کار ما اینجاست و سیامی هایی که یکی رو زدم روی، بعضی دوستان میگن چوپان اونجا آتیش روشن کرده و اینا اینجا سیاه شده. نه دوستان، این اصلا سیاه نشه. تو اگه دست دو معلومین اصلا سیاهی نیست، دست سیاه نیست، اینا یه نمادی هم برای خودشون، نگاره سیاه. و اگه دوستمون نشون بده اونجا بازم از این نگاره سیاه استفاده کرده و خیلی نزدیک پلوپان میاد. و سنگچینایی که دوستمون بازم نشون بده که اینجا برای پلوم کار شده، چقدر زیبا کار شده، اصلا مشخصی کار دست انسانه. و حالا برو عقب، نماد این موجود افسانه‌ای و نماد موجود افسانه‌ای که اینجاست دوستان. نشون بده دوستی عزیزمون. دوستان گلم، حالا شکل یه قوچ داره، شکل یه گوسفند داره، اما بیشتر به موجودات افسانه‌ای میخوره. دهن، حالا ما بگیم قوچ، دهن قوچ رو میبینید، چشمای قوچ، دهن قوچ که جلوی پلم کار شده و به پلم اشاره داره. و دوستان کله قوچ نگاه کنید، با 2 تا سنگ زیرش چقدر زیبا زیر سازی کردن. اصلا مشخصه گردن قوچ درست شده با سنگین و ملات، مثل همون پلم درست شده و اینو نگه داشته. اصلا مشخصه کار دست این نماد سدیس یه قوچ بسیار زیبا که کار شده. که ببینید چقدر زیبا زیرسازی شده، 2 تا سنگ و چیزمان سنگی به عنوان گردن قوچ درست شده. و حالا بیاین و بازم یه بار دیگه نشون بده کله قوچی که جلوی پلم کاشته شده و به پلم اشاره داره. حالا بیا جلو بازم. و دوستان ما چجوری می‌دونیم که ما تو بعد اینکه پلم رو باز کردیم الان یا یه غار یا یه تونل داریم؟ یا اینجا دوستی عزیزمون و جوغن گنبدی که همیشه میگم جوغن بسیار مهمی هست. دوستان نگاه کنید چقدر خوب تراش خورده و عمق بسیار زیادی که داره. ما حالا نشون دادیم تقریبا 20 سانت بود، ما شاید 20 متر دالان داشته باشیم تا به کار اصلی برسیم. توی این دالان ما دوستان عزیزم تله هایی داریم که بسیار خطرناک هم هستن. باید حتما کار بلد با اکیپ باشه، اکیپی که میخوان حفاری کنن و از این کارا انجام بدن حتما با یک کار بلد باهاتون باشه، چون واقعا ریسکه. بعد باز کردن اینجا شما به تله هایی میخورید که این کار بلد بدونه و مواظب باشه که خدای نکرده یه موقع به دام تله ها نیفتید. و جوغلی که بهتون نشون دادیم کار بسیار زیبایی از معماران باستان. دوستان حالا فکر نمی کنم چیزی از قلم افتاده باشه، هرچی که لازم بود و نشون دادیم. و دوستان عزیزم کار بسیار زیبایی که بهتون نشون دادیم تقدیم به نگاه گرم و زیباتون. بازم میگم ما رو حمایت کنید با لایکاتون. یه لایک زدن زیاد وقت نمیبره، ما هم دلگرمیم به لایک های شما. به عشق شما تو سرما و گرما میایم که آموزش بدیم. انشالله که شما موفق بشید. سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید، بفرستید برای دوستانتون، دوستان حفارتون، اونایی که توی این مسیر کار میکنن. من بازم دعا میکنم کسی رو اولا تشویق نمیکنیم به حفاری و اگه کسی واقعا از سر ناچاری تو این کاره انشالله که موفق بشه. ما آموزش بدیم به دوستان گلم. و دوستان عزیز نماد زیبایی که اینجا میبینید، اولمپ کار رو میبینید که سنگچینه و یه آموزش زیبایی بود که تقدیم به شما عزیزان شد. تقدیمتون باشه. خداوند یار و نگهدارتون.